یکی از سریالایی که قرار از پلتفرم دیزنی پلاس منتشر بشه سریال آتاتورک که این سریالی که 6 قسمت داره و 7 آبان منتشر میشه. نقش آتاتورک رو آراس فروت اینملی بازی میکنه. میگن برای هر قسمتی که بازی میکنه حدوداً 700,000 لیر دریافت میکنه و برای نقشی که قرار بازی بکنه باید مثلا روی سری از زباناش کار بکنه: عربی، فارسی، فرانسوی و آلمانی. از طرفی اسرا بیلگیچ هم به این سریال پیوسته و نقش مادام کورین رو قرار بازی بکنه. حالا در واقعیت این مادام کورین چه نقشی توی زندگی آتاتورک داشته تو ادامه ببینید براتون توضیح میدم. مادام کورین به خاطر کار پدر بزرگش به استانبول میاد و یا حالا به ترکیه میاد دقیق تر بگیم. اونجا عاشق میشه و خب حالا نامزد میکنه با یک فردی و اون فرد با آتاتورک با هم دوست بودن، آشنا بودن و اون فرد باعث میشه که مادام و آتاتورک با هم آشنا بشن. اما حالا مدتی که میگذره، مدتی بعد نامزد مادام شهید میشه. بعدش چه اتفاقی میفته؟ همچنان رابطه بین این دوتا ادامه داره. حالا به خاطر اتفاقات تاریخی که اون زمان میفته، هزار یک بدبختی و اینا، مادام مجبور میشه که نقل مکان بکنه و به روم بره. خب اینا از طریق نامه با هم ارتباط داشتن و همچنان با هم ارتباط میگرفتن. اما از طریق نامه ها که نامه ها رو وقتی میخونی متوجه میشه که اینا رابطهشون دیگه مثلا از دوستی گذشته بوده، چون آتاتورک توی نامش بهش میگه که عصر چهارشنبه با خاطره روزی که در آغوش تو گذراندم استانبول رو ترک کردم، قطار ساعت فلان حرکت کرد و خلاصه چیزایی که توی نامش نوشته. حالا بر خلاف اصرارهای مختلفی که توی نامه های آتاتورک هست، مادام به ترکیه نمیاد تا مدت طولانی. سال 1941 به ترکیه میاد و 1946 هم میمیره. یکی دیگه از زنایی که توی زندگی آتاتورک بوده فیکریه هانوم بوده. فیکریه برادرزاده شوهر دوم مادر آتاتورک بوده. خب باید توی اون محلی که آتاتورک زندگی میکرده تا این مدتی با هم زندگی میکردن. آتاتورک هم برای اینکه جلوی شایعاتی که حالا پخش شده بوده اینا رو بگیره باهاش عقد میکنه. اما خب دیگه فکری عاشقش میشه و دیگه حسابی دلو میده و بعدها وقتی متوجه میشه که مصطفی کمال پاشا با لطیفه ازدواج کرده، در حالی که داشته میرفته به آسایشگاه مونیخ برای درمان، به ترکیه برمیگرده. حالا این فکریه توی کالسکه جلوی عمارت میمیره، اما معلوم نمیشه که خودکشی کرده یا به قتل رسیده. چرا؟ چون که یه عده میگن که اسلحه به همراهش بوده، همون اسلحه‌ای بوده که آتاتورک خودش به فکریه داده بوده، اون با اون اسلحه خودکشی کرده. یه عده هم میگن نه، اون به قتل رسیده و یه عده کشتنش. اما خب معلوم نمیشه که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. از طرف دیگه بعد از اونم دیگه این یکی از اتفاقاتی بوده که روی زندگی لطیفه و آتاتورک تاثیر گذاشته و اونها از هم جدا میشن و طلاق میگیرن. اوایل 30 سالگی آتاتورک توی یه کازینو تو صوفیه با یه دختری که بلغاری بوده به اسم دیمیترینا آشنا میشه. دیمیترینا دومین دختر استیلیان کوواچف وزیر دفاع سابق بلغارستان بوده. خب اینا اونجا با هم آشنا میشن، ملاقات میکنن و دیگه عاشق هم میگن که آتاتورک میره خواستگاری همین دیمیترینا از پدرش، اما میگه چون نمیتونه مثلا عقاید دین دیگه ای رو بپذیره برای همین من بهت نمیدم میشه. بعدن اینا شروع میکنن یواشکی با هم دیگه ملاقات کردن و بعدن دوباره میره خواستگاری. وقتی دوباره به خواستگاری میره باز هم پدر جواب رد میده و چون دیگه از اینکه اینا این مدت یواشکی با هم رابطه داشتن و اینا ناراحت میشه،
دیگه دختره رو به زور میده به یه مهندس بلغاری. دخترم دیگه مجبور به اطاعت و اینا، ولی خب دلش با آتاتورکه. خب اینا به هم نمیرسن و خب بعدها آتاتورک یاد میکنه و میگه که تنها جنگی که درش پیروز نشدن. که اگه دوست دارین بازم از این ویدیوها ببینید در مورد سریال های ترکی، فیلم های ترکی، بازیگر ترکی، حتما کانالمون رو سابسکرایب کنین. دوستتون دارم.